بیشتر کی دوست می‌داره؟ آها بیشتر؟ اصلا بیشتر. همین سرتر که زنگو میزنی. واه این تای کلونایی. تمام وقت شما به انجام رسید. بخشا ببخشیم اقلا. زیمان بهوده میرنجی شنیده تهمتی ناکس. ما ای فخردین بخشش برسم. بلکن نه. میلسیش میفوچیش که هم یک دقیقه باید که خامی عبدالرحمن جان همین سالان زن گرفتی نگرفتی ای سال دیگه خدمه گیرم کم بشوه سلام مخلصان عزیز، بعد از تنفس طولانی این نوبت قرار داریم در برنامه نوبتی 10 شرط. بنده عبدالرحمن حکیمزاده هستم راوی برنامه و به شما وعده میدهم که من بعد برنامه‌های از این دیده جالب را شما از کانال توجیکان گروپ تماشا کردن میتوانید و شما با کانال ما آبونه شدن را فراموش نسازید. و لازم مهمانی برنامه ما هستند خانم خیلی قشنگ و زیبا، باور کنید از دیدنش یک جهان الهام میگیرید. منیژه عربشاه. سلام مخلصان عزیز، سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید به برنامه و فکر میکنم که شما از شرط های برنامه ما آگاه هستید. دیگه شرط نیست که ما با شما فهمونیم. وقت زیادی بینندگان برنامه رو نمیگیریم و برنامه رو شروع میکنیم. مرحبا آماده باشید. فرمانده رو اگه سر کنم. فرمانده مرحبا. در یک دقیقه یک جگوری آبپز رو خورید و در یک دقیقه بسیار جور مکه خیلیش نمیخوام با لذت هست. اگر واه این تای کلونایی میدهش همین بود دیگه میدهش نبود. اینا من سر کنم جا خوردم. ما دقیقه را میبینیم. از اپراتور خواهش میکنیم که دقیقه را ببینن. باید منیجبونو در یک دقیقه باید که تمونن. یکی نتونم کرده نتونه شرط رو بای میده. چند دقیقه بود؟ یک دقیقه. 1 2 3. قسم خدا میشه نخویدم بعد حلش میکنیم. برای خوردن کن شما با فیلم در 5 دقیقه تمام نمیکنیم. اوش شود خیلی چقدر که توانستیم. اوش مهم این که شما باید که خیلی از شرط ما دست نکشید. من هم مخلصان ببینیم که منیجبونی چه خیلی جوری مکه را دوست می‌دارد. مثل مرغی دکن خورده استاده است. افلا اپراتور نه وقت دارید. همین وقت دارید. ایش شو بخور کارش نمی‌کنم بعد هر من هر کم کسبیم کو افلا انا خدا تمام وقت شما به انجام رسید. بخشا ببخشیم اقلا شما میتوانید که ادامه دید یا بعد برنامه میخرید. نخرینش بعد برنامه میخرید. بعد برنامه میخرید. خب بینندگان عزیز چگونه که شما شاهد بودید منیجبانو کوشش کردن که در یک دقیقه جوری مکه و پز رو خورن، اما متاسفانه پر نتوانستن. ولی به هر حال از شرط ما دست نکشیدن. مرا شرط دیوم رو میبینیم. با فخردین عربشاه زنگ زده از او بخشش پرسید. ما ای فخردین بخشش پرسم. یکمش که من اگم گناه هم نکردم که بخشش پرسم. دیمش که من بخشم نمی‌پرسم. یعنی خود رو گناهگار هیچ وقت ما گناهگار نمی‌کنم. هیچ وقت برای چی ما گناهگار نیستم. فخردین گناهگار است. خیلی چیزی بود نبود مبین ما میدونم فخردین میدونه. بله. به هر صورت مرحمت شرط سوم رو می‌بینیم. در یک دقیقه یک یخماس رو خورد. وای خدا جا فقط میخوری. فقط میخوری اما خوب نیست. شکم سر میشه شب دیگه اوجن اکنوم میشه. مراجعی رو بخورم. اقلا مراجعی نبی. اصلا مراجعی که بلازه. سر کنه. بخدا ایش چی تری میخورم با. یک بمیدیم چی نست اگه؟ دریم کن. دریم کن در باید. سر کنه بخورم. جیم دور. 1 2 3 میرویم. بلکن نه میلسیش میفوچیش که هم یک دقیقه باید که
شما هم یخماس رو بخورین. اونو شنخ نمیشه با؟ میشه فقط آوشا. فقط روشا بخورم. ابی. آیا منو چی دارم؟ شما هم وقت دارید. بخدا. یک دقیقه فکر میکنم کم است. اقلا چه برو؟ بامزه است. بخدا شما کو؟ میخورید از دن ما. ولی ادرشی قلبی. والا فهمه. اپراتور چقدر وقت ما؟ آده بزرگتر برای بخدا؟ 3 نه 2 1 برو. سلامت باشید. شما تقدیر شما خیلی برنده که شما در این برنامه فقط چیزهای بامزه خورده استید. بخدا کو؟ اکر برامون با چی داری خوردن؟ یکم خوردن، دیگه خوردن ها؟ سیم در چی داره با؟ بعد وای مونده. دیسر دوال بسیار چیزا داره. مرا شرط دیگر رو میدونم. توبه. در یک دقیقه 3 پفک رو کفونید. نه که خوردید شما با با قوت حلش شده. کنم اکا. خدایی باید حل باید که حل کنید با گفتی خودتون. منم پفکای زیبا. پف کنم بکفونم. پوف میکنین کلان میکفونین. رفتیم. یک دقیقه رو اپراتور خوب ببین که با مخلصان نگم که 1 2 3 رفتیم. تیک 3 دقیقه اقرا چابو برو. الان که دام کدام مختاری. ابا چه همه را دام میکنیم؟ فرق کیه؟ اکنون مایدکتون بالون پویز دام میکنم. بله شما توانستید این شرط رو خوب اجرا کردید. چگونه بینندگان عزیز دیدین معلوم که منیجرانو خیلی چلاک هستن، دختر قابل هستن. مرا شرط دیگر رو می‌بینیم. در 1 دقیقه 5 ساقچ رو خورید و به خدا چی گفتی؟ من پفک رو کفوندید اکنون فکر میکنم که خوریدن ساقچا برای شما هیچ دشواری نمیاره. 5 طرف 5 ساقچک خیلی من بینندگان عزیز باز نگوید که کم است یا زیاده است. من اینجا میمونیم. سرکنا یا تشرف کو البسه کیو الف کو ازواجکای یا کام زیادچکه 1 2 3 او چه دونمه اینا هم برد خوردگی ها حل میشه. ایش بچه از همون گردک موندگی هست. بخدا؟ میروج گردک چیز نشده با؟ نه خلده میدم نه بایسا نه اولی تمام احسن میگیم نه شما خویدن گیرد من گب زدن میگیرم آخواه رو با مزه از با فکر من فکر میکنم که از اجرای این شرط هم خیلی خوبی بر اومدن. شما خویدن گیرید من شرط دیگر از بجایش میشنم میخونم. میبخشین درم برکا این کلونی باید بوده کلون سلامت باشید. ما خواهش میکنیم از اپراتور تشکر زیاد که از اجرای این شرط هم بخوبی بر آمدید. من شرط دیگر آمدیم. برنامه ما دوام دارد. بینندگان عزیز یادآور بشیم شما برنامه 10 شرط را از کانال تاجیکان گروپ تماشا کرده استودید و مهمانی برنامه ما هستند حجم‌نگار و آوازخوان جوان خوش صدا منیژه عربشاه. یک سرودی منیژه دولت و رو سرید. بله من میدونم که شما سروده او رو خیلی زیاد دوست می‌دارید. هنر او خیلی هنرمند ناتکرار است. مدتی سال‌هاست که روی صحنه نیست ولی هنوز هم ریتینگی او در جای اول است. هنوز هم مردم دوستش می‌دارن، احترامش میکنن، ترانه‌هایش را میشنوند و خودی من نیز یکی از مخلصان ایشان هستم. از شما خواهش میکنم اگر امکان باشد سرودی سرنوشت
یا کدام ترانه‌اش به دل شما بیشتر نزدیک است؟ راستیگه با که عبدالرحمن من همه سرودای من اینجا دعوت برای نغز میبینم خچم نغز میبینم من خوردی من اینجا دعوت برای مخلصش بدم تا حاضرم هستم محقلای من سرود زیمن بهوده میرنجی میدونی؟ بله میشنویم به خاطر مخلصان کانال تاجیکان گروپ منیژه بانو از منیژه دولت و میسراید. زیمن بهوده میرنجی شنیده تهمتی ناکس مرا با چشم خود بینگر مجو از غیبتی هر کس بعد دستی زندگی باشد بس از این سرنوشتی من به مثل دوزخی سوزم جدا از تو بهشتی من سلامت بشه زنده بشه. خیلی خوب فکر میکنم من جوانو برنامه ما رو تماشا کنند احسن میگویم به شما برای صدای زیبایتون. مرامت شرط دیگر هم نمی سپرنی پیشینتون رو گیرید دوست می داشته چی؟ دوستشون می داشتید بله سه پرین قبلی که شما با اونها رشته عشق و عشقی و محبت داشتید و دوستشون می داشتید ولی امروز با اونها نیستید جدای اما را بگو ناماشو نگرفتم نمیترسیم نه یک چی میترسیم؟ یکمش عبدالرحمن حکیمزاده برای چی؟ من خودم درک ندارم دیمش مهراجی تاجیکان گروپ سیمش مهراب پرو بله برای چی فقط بلاگرها و ژورنالیست برای چی که خودم بلاگر که هستم بلاگر را میفورم که یا وقتی خیلی بدم ده سیاپوش کردن مخلصا در برنامه دیگرش نمیگین نیم 3 کس گفته گیم اخی 3 کس اگر 6 تا میشید ممکن با هم دوامش هم گفته خم اگر هم کس گرا قش میکنه با سلامت باشید من شرط دیگر میگم یک رقص مردانگی کنید اوه نه من به شما اینجا موسیقی میمونم من هم خلصا نازید توی کرده خبر کنید رقص میره سلامت باشید زنده باشید خیلی رقص زیبا میکردین رقص مردم اگون انسان در کار در بدروی میشوند اگر بعد این برنامه شما مگه هم برون کار برنامه شرط دیگر رو میبینیم چی؟ با یکم هنرمندی شناخته اظهار محبت کنید؟ بله از یکم هنرمندی که شما دوستش میدارید رقم تلفنش رو یافته نمیتونید یا او رو دیده نمیتوانید من برنامه ما با شما امکان میدهد که با او اظهار محبت کنید شاید درد دل شما رو میفهمند و سراغتان میآید اگر راستیگه مبین یکم صنعتکار یا که یکم حجم‌نگار مبین یکم چیزی گفتی هم گپا رشته محبتی هم نیستیو نه که هم شو رنگ اکا رنگ دودار رنگ برادر خیلی حرمتشون میکنم خیلی که همش همه صنعتکارا دوست میدونم مثلا از همه بیشتر کی دوست میداره؟ هم بیشتر؟ از همه بیشتر همین سرتر که زنگو میزنی همین فهمه برای ماده میدونه که من زن ندارم فقط من در اظهار محبت میکنم در برنامه اظهار محبت میکنم بیرون نه برنامه زنگتون میزنیم یکون جنون بریم خطینا نه ورزو نه نوره میریم کوکا که رفتیم؟ خیلی زنگ میزنیم که بریم همین اظهار محبت دخلت میکنم خمی عبدالرحمن جان همین سالم زنگ گرفتی نگرفتی ای سال دیگه خودم میگیرم تا بشه همون دیت خونده بود در دیم دیت میخوریم خیلی که میگردیم به صنعت رنگ همون سرایندهی باشی ما خیلی چکنم ازبک آقا میشنم کاری میشه خیلی فکر میکنی
سلامت باشید. قبول است. ولی مخلصا در کامنتر هم این اصلا میگه کی را زده وقت چه توری کرد. گلدونا را هم خیلی گفتم با نوبتش. یک افندی نکن کند. یک افندی شوخ. راست دیگر باز من یه افندی که نکن میکنم اینا مرا یه دوستی نزدیک من نکن کرده بود. یک مردک ای جونش بیزار میشود، ای جونش سر میشه میگه خما میکشم. خچه درای پاییز میپرده. درای پاییز نمیخشته که میستاج داد میگه کی پاییز بیا، دستش نونه. دستش نونه بعد یک آدم دیگه یک مردک دیگه میگه که چیکار میکنی در اینجا؟ میگه چیکار میکنم؟ میگه ها، میگه خما میکشم. آخه چی با دست دانم گرفتی اگه این خما میگه درای پاییز میپرده میگه پاییز بچه خما کی بمرم. با میگه که خیلی چی با اگه دست دانم گرفتی؟ میگه خیلی تو پاییز آمدن اگرش نگی نمیبرم. تو پاییز آمدن انا نبخرم. اگه نخچه کشتنی کن. سلامت باشید و تشکر میگویم به شما که در برنامه ما شرکت ورزیدید و شرط ها رو تا قدر امکان کوشش کردید که اجرا کردید و بینندگان عزیز یادآور میشویم مهمون برنامه 10 شرط بودن نوازخوان و حجم‌نگار جوان و خوش صدا با مهارت منیژه بانوی عربشاه. خوش آمدید باریده به برنامه و در آخر با مخلصان چی تمنی دارید؟ سلامت باشن اکا عبدالرحمن. اولش ایشمو بخشش میپرسیم که جا گپان بسیار هر خیلی گپا بودک. مقصد ما را از رحمت کلان که ما را دعوت میکنین در خیلی برنامه ما اشتراک میکنین کمی هم باشن مخلصا را وقتشون نخش میگردونیم. اینجا بود شوخیای بود که هر خیلی شوخیا بود بعدین نگیرین در کامنتاری هر خیلی گپا بزرگ ننویسین. سلامت باشه. من همه شما را دوست می‌دارم. همه کوشش‌های ما همش به خاطر شما. بله. زنده باشین. برنامه ما نیز به خاطر بالیده گردانیدن خاطر شما است مخلصان و شما به کانال ما ابونه شوید و در کامنتاری ها سخن‌های خوب نویسید که منیژه بانو الهام گیرد باز در برنامه‌های ما اومده با شرط‌های جالب‌تر برآمد کنند. برنامه 10 شرط بود تقدیم شما از کانال تاجیکان گروپ. با امید دیدار تا برنامه‌های دیگر.